بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما کامبیز جان، من هم به نوبه خود به جناب دکتر ابراهیمی، آقای خنجانی و آقای ثاقب ایجاد کانون آزادی و توسعه را تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو دارم که بخیر در بار دیگه که لیست می خانم و تبریک میگم یک چند نفر خانمام در این لیست باشه. برای از اینکه جدا من از این جمع بسیار ناراحت هستم که نام خدا قدر جمع خوب و فقط 3 نفر خانم در این جمع است. نمیفهم که مشکل است 4 نفر. مشکل از طرز فکر است که در افغانستان فعلا حاکم است یا کم خواهرای ما خودشان هم علاقه نمیگیرن. به هر صورت به نظر من در این شرایط که زندگی همه به شدت مصروف روزمرگی است، ایجاد چنین انجمنها و کانون و نهادها برای تبادل افکار و تولید فکر بومی و روایت ملی و مردمی بسیار مهم است. برای اینکه پس از سقوط چیزی که بسیار رنجاور بود، مصروف شدن همه به زندگی روزمره و وقت کم گذاشتن به واقعیت‌های افغانستان یا به فضا و به شرایط افغانستان. 15 آگوست در حالی که یک سقوط بود و به یک جمع کلان مردم افغانستان یک شکست استراتژیک بود، از نظر ما یک فرصت هم است. فرصت به این که ما دور هم جمع شویم، یک تحلیل واقعی از اشتباهات خود داشته باشیم و یک روایت ملی و یک روایت مردمی و یک روایت بومی را شکل بدیم. یک روایت که تراوش یافته از فکر خود ما باشه و مالکش خود ما باشیم، خود مردم باشن. از اون لحاظ ما فکر میکنم یک فرصت است، فرصت مساعد شده که ما روی مسائل کلان به توافق برسیم و به توافق رسیدن روی از این مسائل چند مؤلفه یا لازمه داره. اول تحمل پذیری و حوصله به این که ما نظریات مخالف همدیگر را بشنویم. فضای سیاسی هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان به حد زهراگین است که حتی وقت شما در مورد آینده سیاسی مملکتتان و دیدگاه سیاسی ارائه میکنین، به آسانی به شما اتهام بسته میشه، به آسانی به اصطلاح تلاش میشه که از فضای سیاسی در حاشیه برین. بنان من فکر میکنم مهمترین مسئله است که ما با یک تعقل سیاسی روی این که چگونه یک نظام سیاسی در افغانستان میتونه در آینده پاسخگو باشه بحث کنیم و به حوصله‌مندی بحث ها را بشنویم بدونی که در مورد افراد قضاوت کنیم، در مورد طرز فکرشان قضاوت کنیم و به او اساس اونا را به اصطلاح یا فرصت برشان مساعد کنیم یا در حاشیه برانیم. لازمه دومش علاقمندی و تعهد برای کار سیاسی مشترک است. در 2 سال گذشته به اندازه که در افغانستان 20 سال ما مشکلات را تجربه کردیم و آقای سراج بعضی از اونها را برجسته ساخت، عمده ترین مشکلی را که بعد از سقوط به او مواجه هستیم عدم تعهد سیاسی برای کار مشترک است و این به حد وقتگیر و حوصله‌گیر است و هنوزم متاسفانه یک جمع کلان ما به این فکر هستیم که هنوزم ما در افغانستان هستیم، هنوزم تشریفات ما باید تشریفات باشه که ما در افغانستان داشتیم، هنوزم امکانات را که ما از لحاظ سیاسی در افغانستان داشتیم امو امکانات را داشته باشیم تا تعهد بتیم به اینکه یک کار را با هم انجام میتیم. ما فراموش کردیم که امروز ما نه دیگه جغرافیایی را مالکش هستیم و همچنان که دکتر صاحب احمدی گفتن نه مؤلفه های اقتدار و حاکمیت را ما داریم. بنان ما باید بسیار عمیق چند گام به عقب بریم تا بتانیم که یک مسیری را تعیین کنیم که گام های زیادی را پیش بریم و به این لازم است که ما در یک سطح قرار بتیم که دیگه از تشریفات و از رسمیاتی که در افغانستان بودیم، مخصوصا مخاطب ما در اینجا جامعه سیاسی افغانستان است، برای اینکه از ما تقاضا داشته که روی دورنمای سیاسی در آینده صحبت کنم که ما در یک سطح قرار بتیم که ما بسیار چیزا را از دست دادیم و حاضر هستیم که در یک جمع کار کنیم برای آینده افغانستان. هنوز هم ما به حیث کسی که 2 سال است
بسیار عمیق با توجه به او شکست سیاسی که همه خوردیم و مواجه شدیم، عمیق با گروه های مختلف جامعه افغانستان کار میکنم و در تماس هستم. علاقمندی به این که یک راه حل سیاسی و یک اجماع سیاسی دور یک راه حل سیاسی ایجاد شود وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم ما اولین گامی را که باید مسئولانه برداریم است که ما چگونه میتونیم در سطحی که هستیم، مهم نیست که در کدام سطح هستیم، گامی را برداریم برای اجماع سیاسی میان گروه های یا حوزه ضد طالب یا حوزه غیر طالب. چون بسیاری ها میگن حوزه ضد طالب، من فکر میکنم یک حوزه غیر طالب شاید یک حوزه وسیع‌تر باشه و جمع کلان از مردم را در بر میگیره. این دورنمای سیاسی میتونه اول تفاهم روی ازی باشه که ما چگونه نظامی را در افغانستان میخوایم. بسیاری از دوستای ما به این نظر هستند که ما اول اجماع سیاسی را شکل بدیم، با شکل نظام یا به اصطلاح دورنمای سیاسی را رویش توافق کنیم. من فکر میکنم که این اشتباهی بود که ما در 20 سال گذشته به ویژه در زمان شکلگیری و شکلدهی و تصویب قانون اساسی به او برخوردیم و او تجربه است که ما نباید دوباره تکرار کنیم. در اون زمان هم بسیاری از تصامیم گرفته میشد و تصامیم مهم و تصامیمی که میتونست منجر به قدرت و مالکیت بیشتر مردم بر قدرت سیاسی باشه جلوگیری شود معقول میشد به آینده. حتی ما یادم است دوستا بر ما صحبت کردن که وقت تصمیم روی سرود ملی گرفته میشد گفته شد که خوب است که باز در لوی جرگه رفتیم تصمیم بگیریم. در لوی جرگه که رفتن دیگه هیچ بحث در این مورد صورت نگرفت. من البته در اون زمان دخیل نبودم، اما آنچه را که میشنویم از تاریخ و از دوستایی که در اونجا بودن، بران به نظر من ما باید روی بسیاری از مفاهیم سیاسی که امروز حساسیت برانگیز است با تعقل، با حوصله‌مندی و با یک دید معطوف به آینده باید به نتیجه برسیم. اول روی این دیدگاه سیاسی به نتیجه برسیم، بعد روی از اون ما میتونیم که محور سیاسی و یا جمع سیاسی را به یک اجماع برسانیم. در مورد او شکل نظام یا در مورد او دیدگاه سیاسی اختلافات زیادی وجود داره. هر مفسر سیاسی، هر شخصیت سیاسی یک دیدگاه داره. فعلا ما در این حوزه یک نظر واحد از لحاظ سیاسی نداریم، اما چیزی که مهم است که اکثر مردم فکر میکنن، هم مردم افغانستان و هم مردم سیاسی، جامعه سیاسی و مدنی افغانستان فکر میکنه که نسخه هایی که تجربه شد در افغانستان از لحاظ دورنمای دیدگاه سیاسی یا نظام سیاسی، شکل ماهیت نظام تجربه شد و ناکام بود، دوباره به تجربه باید گرفته نشد. افغانستان کشوری است که از لحاظ اداری و مالی عملاً یک نظام غیر متمرکز را در افغانستان داره. تا یک سال قبل در بسیاری از ولایات افغانستان، بسیاری شاید مبالغه باشه، در یک تعداد ولایات افغانستان مکاتب دخترانه باز بود. در سرپل دخترها مکتب میرفتن، در بغلان مکتب میرفتن. مراودات تجارتی و اداری عملا غیر مرکزی بود. اما وقت شما از نظام سیاسی بر مبنای قدرت اداری، مالی و سیاسی غیر مرکزی صحبت میکنین، یک اساسیت بسیار شدید در این مورد وجود داره، در حالی که واقعیت فرهنگی و تنوع اجتماعی افغانستان فعلا عملا یک تنوع غیر مرکزی است. شما اگر در ولایت بامیان هم یال برین، در بسیاری جای مکاتب رسمی باز نیست، اما دخترها به نام مکتب از خانه خود بیرون میرن در مراکز آموزشی. وقتی یک جامعه واقعیتش امی است که مردمش با نمو واقعیت عادت کردن، در کشورهای غربی باز قانون اساسیشون و قوانین فرعیشون بر اساس هم واقعیت ترسیم میشه و دیدگاه سیاسی، چارچوب دیدگاه سیاسی بر اساس هم واقعیت ترسیم میشه. در افغانستان برعکس است. تمام مردم اگر یک چیز را بخواین، وقتی به خلاف میل و منافع یک گروه بود، او عملی نمیشه. به می دلیل است که من در شروع گفتم که ما باید با تعقل و حوصله‌مندی سیاسی امی فرصتی که وجود داره را که در افغانستان نیستیم و منفعت عاجل هر کدام ما فعلا در خطر نیست، فرصت داریم امی فرصت به خود اختیار بدیم و روی بسیاری از مفاهیم سیاسی به نتیجه برسیم. ما با دوستای سیاسی هم پیام می بود که
و هست نشستایی که پیش روی است در تجمعاتی که داشتیم، در جلساتی که شما شاید از طریق رسانه ها در جریان باشین و بسیاری از جلساتی که شما از طریق رسانه ها در جریان قرار نمیگیرین چون بسیاری از جلسات رسانه‌ای نمیشه. پیام ما این بوده که اگر یک جریان مدنی و یا هم اگر یک جریان نظامی بدون یک راهکار سیاسی باشه، او اگر یک جریان نظامی باشه تبدیل میشه به یک گروه جنگی و یک جریان مدنی باشه تبدیل میشه به یک گروه غیر مؤثر که تنها در حد فعالیت کار میکنه بدون از اینکه تاثیر داشته باشه. اگر شما میخواین تمام نیروها با هم منسجم شود، با ویژه اون نیروهایی که سخت افزار دارن، هرچند از این اصطلاح سخت افزار بسیار خوشم نمیاد که در 20 سال با ما گفتن که بسیاری از رهبرا سخت افزار هستند و اینا منابعشون باید حفظ شود، اما مو سخت افزارا ساعت 8 صبح از کابل پرواز کردن پیش از مردم اصلی. بنان این سخت افزاران باید دوباره تعریف شود، ولی نیروهایی که سخت افزار دارن، نیروهایی که با زبان که طالب داره با او استفاده میکنن، اگر اینا بدون یک دیدگاه سیاسی باشن، یقینا که همونطور که گفتم تبدیل میشن به یک ریبل گروپ یا به یک گروه جنگی. به این خاطر شکل دهی یک ساختار سیاسی بسیار مهم است. در این قسمت ما چی کار کردیم؟ چون ما میفهم که تحلیل سیاسی را همه ما و شما میفهمیم، اما شما انتظار تا نیست که از ما بشنوین که شما چی کار کردین، پس از سقوط شما چی کار کردین. ما اول تلاش ما با این بود که یک حوزه خودی ما یا یک جمع از خود ما یک روایت را باید به توافق برسیم که شامل از این باشه که اشتباهات ما چی بود، شکست ما چرا یک شکست استراتژیک خوردیم و قدم‌های بعدی ما چی باشه. آیا ما میتونیم روی یک روایت کار کنیم؟ این گروه ها هسته ها شکل گرفته. من نمیگم که بسیار وسیع است، من نمیگم بسیار جامع است، ولی شکل گرفته. در این نقش زنان بسیار برجسته و پیش قدم بود. البته با توجه به وضعیتی را که زنان تجربه میکنن، لازم هم بود که زنان پیش قدم از این باشن. تلاش های بعدی ما این است که سایر گروه های سیاسی و اجتماعی را هم دور اینمتر یک روایت انسجام بتیم. من از اینجا به شما اعلان میکنم که اگر دوستانی که نظر به هر دلیل تلاش کنن که روند سیاسی را که منتج به یک پروسه سیاسی بر محور منافع مردم ما باشه، با او باز مانع ایجاد کنن فقط به خاطر منفعت‌های ناتعریف شده و کوچکشان، به دلایل تشریفات، به دلایل پروتکل، به دلایل از اینکه چوکی کی در کجاست، نامش در کجا نوشته شده و به دلیل از اینکه کی در کجا رهبر است، رهبری که جغرافیا نداره. ما یک جمع ما به شما مراجعه میکنیم، به مردم مراجعه میکنیم، مردم داخل افغانستان و بیرون افغانستان، و میگیم که کیها عامل ازی هستند که دوباره مردم ما جمع نشن. و من فکر میکنم ضرورت ازی که امروز ما یک روایت جدید بومی را بر اساس فکر سیاسی ایجاد کنیم از هر وقت دیگه بیشتر است و این روایت در حال شکل گیری است. قوه فشار، عامل فشار ضرورت مردم ما در داخل افغانستان است که هر روز وضعیتی را که اونا تجربه میکنن استخوان انسان به درد میارن. واقعا وقتی شما تصاویر میبینین، میشنوین، استخوان انسان به درد میاره. بسیاری از جرایمی است که اصلا بیرون نشده و بیرون نمیشه ولی اتفاق میفته. او ضرورت است که ما را به هم یک جامعه سازه. دوم، فشاری که امروز از طرف نسل جوان وارد میشه، آگاهی که در میان توده ها ایجاد شده، نقشی را که رسانه های اجتماعی ایفا میکنن، همه از اینا ما را به یک نقطه رسانده که به یک دورنمای سیاسی مردمی باید توافق کنیم و این دورنمای سیاسی بر مبنای واقعیت‌های عینی امروز جامعه باشه. و من فکر میکنم واقعیت امروز جامعه افغانستان همی است که افغانستان یک کشور متنوع و به شدت غیر مرکزی، ساختارهای غیر مرکزی داره. هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی. چشمه‌های اقتصادی افغانستان امروز چشمه‌های غیر مرکزی هستند. شما اونا را وقتی بخواین مرکزی بسازین، به عموم میمونه که یک آسیابان در سال 52 گفتم که تو بیا چی تا بپرداز در کابل، مالیه تا بپرداز. 25 سال بعد او موفق شد که بیا مالیه خود بپردازه، چون مالیه را باید مرکزی میپرداخت. چشمه‌های اقتصادی ما غیر مرکزی است، فرهنگ ما غیر مرکزی است. اما در عین حال که ما یک جامعه به شدت غیر مرکزی و متنوع هستیم، درست است که ما بسیاری از چیزهایی را مشترک داریم که او باید ما را به هم وصل کنه.
ولی مهمترین مسئله است که ما باید حوصله داشته باشیم که بحث کنیم. ما بسیار دوستا را در روند بحث سیاسی بی حوصله میبینیم. وقتی شما صحبت میکنین اتومات یا بحث ترک میکنن یا مجلس ترک میکنن یا میگن اگه این بحث ادامه پیدا کنه ما دیگه در جلسات اشتراک نمیکنم. که من فکر میکنم اونا هم باید این را بپذیرن که اگر داخل افغانستان یک جمع کلان از مردم افغانستان نه در قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دخیل هستند، لااقل فضای اپوزیسیون سیاسی در اختیار از اینا باشه. این فضای اپوزیسیون سیاسی از پیششان گرفته نشه. تشکر. موفق باشید.